سلام، اینجا میخوام چند تا رنگ پوست رو بهتون آموزش بدم. چند تا رنگ پوست با هم میسازیم. با این رنگ ها اینا مداد رنگی فابر کاستل کلاسیکه. این یکی هم مارک ووکه که ارزون تره خیلی نسبت به مداد رنگی کلاسیک. این ارزون تره دیگه. با اینا من تا حالا کار کردم، کمی هم از پلیکروم استفاده کردم، ولی الان با اینا میخوایم چند تا رنگ پوست با هم بسازیم. اگه مثلا پوست رنگ روشنی داشت با یه رنگ صورتی خیلی کم رنگ، اول کل اون چهره رو رنگ میکنیم. یک دست کامل تمام چهره با این رنگ مثلا رنگ میشه. با فشار دست کم کل چهره رو با این رنگ میکنیم. این رنگ خیلی مهمه، توی هر مداد رنگی هم هست، این رنگ پوست هست. بعد با این دوباره روی همون بازم کم رنگ آمیزی میکنیم، چون که باید چند تا رنگ روی هم بخوره. برای همین کم رنگ باید رنگ آمیزی بشه. با این رنگا دیگه میشه رنگای پوست رو ساخت. بر اساس تیرگی و روشنی که اون پوست مورد نظرمون داره رنگ میکنیم. یه رنگ قهوه‌ای کم رنگ هم بعد روش میزنیم. این رنگ یه چهره با رنگ پوست روشن، این رنگا توش به کار میره بیشتر. حالا در آینده من چهرهایی که بکشم استفاده میکنم و بعد باز دوباره با یه رنگ صورتی کم رنگ میکنید. یک دست این رنگ پوست در یه درجه تیره تر، برای همین از رنگای تیره تر استفاده میکنم. یه رنگ قهوه‌ای متوسط. این تمرین هم انجام بدیم، خیلی میتونه کمک کنه توی آموزش‌های بعدی که چهره بخوایم کار کنیم. کاملا یک دست با فشار دست خیلی کم. اصلا هم نترسیم که خراب بشه. سخت به نظر میاد ولی واقعا کار آسونیه، فقط یکم صبر و حوصله میخواد. بعد با یک رنگ زرشکی یا جگری که اینم توی همه مارکای مداد رنگی هست، این رنگ ها بعد باید نارنجی دوباره روی همون. رنگ هر پوستی متفاوته دیگه، بستگی به رنگ پوست اون نقاشی داره که چه رنگایی توش به کار رفته. بر اساس همون رنگ ها رو روی هم قرار میدیم. دوباره رنگ صورتی اگه کم بود میزنید با فشار دست کم. این پوست یک درجه تیره تر از پوست قبلی، برای همین رنگ های بیشتری روش قرار میگیره تا اون تیرگیشو نشون بده. باید رنگ قهوه‌ای تیره این تمرین رنگ سازی پوست هم انجام بدین. اینم میتونه خیلی کمکتون بکنه توی نقاشی چهره یا جزئیات صورت. فقط باید مواظب باشین که یک دست انجام بدید، خط و خطوط اضافی ایجاد نشه توی کارتون. رنگ بعدی از این رنگ قهوه‌ای تیره استفاده میکنیم. اگه پوست خیلی تیره بود از این رنگ استفاده میکنیم. بعد با همین رنگ پوست روی کاغذهای معمولی این تمرین ها رو انجام بدیم، ولی آموزش‌های اصلی رو روی این کاغذهای معمولی انجام ندین، چون که نقاشیتون خوب در نمیاد. با یه رنگ زرشکی واسه خودتون همینجوری تمرین کنید، رنگ بسازید، رنگ‌های پوست رو بسازید.
روشن. یه صورتی متوسط میبینید چون که رنگ زیاد روی هم قرار میگیره، اگه من اینو با فشار دست بالاتر انجام میدادم دیگه نمیشد، این جوری راه نمیرفت انقدر راحت. الان من میتونم روی این چند تا رنگ دیگه هم اضافه کنم، ولی اگه فشار دستم زیاد باشه نمیشه دیگه رنگ های بیشتری اضافه کرد. این تمرین هم انجام بدیم برای رنگ بندی درجه پوست، پوستای روشن تا پوستای تیره. پوستایی که نارنجی بیشتر یا زرد بیشتری دارن حتی میشه از رنگ زرد هم استفاده کرد برای پوستایی که رنگ زرد توشون هست. الان اینو من چند بار رنگ روی هم زدم، باز هم میشه بزنم چون که فشار دستم کم بود. رنگ پوست رو اینجوری میشه راحت ساخت. این تمرین هم انجام بدیم. امیدوارم که لذت برده باشیم. ممنونم از همراهیتون.